راحت میکنید. اپش صبر کن. مادرای عزیز دوایکه بینید چه خوش رو، یک عجایب غلط سککازی وقتی با بر کردنی انامیناست ماتاشم خیلی فورم است مولیم. عموما صفت لباس های این مغازه فرق میکند. دوایکه نیا بچین برای بچه جانم. انا این شبکه چرم برای محمد جان زکس کردم. بچم بیا پشانم تا. اینا بینین نغز نمیبینه. بچم همه ای زکزان برای تو بود. داخل اپش درک نداره که اپش در یه دانه چیز زکز کرده. دیدید برای بچم چه خیمه لباسه که خوش رو گرفت در پای افضال بینین. انا که لباسای اپره میبینه من انقدرش لباسی اپره. انا کرشمه جان در رنگی خودش چیزای خوش رو خیلی نبینیم. چند وقت شده بود که همراه دوستانم من صحبت نکرده بودم، مخصوصا با بانوان، گل دخترکا، مادرها، خواهرها. و چند وقت شده بود که در صحیفه من، در ستوریس‌های من سخن درباره شرکت فابریک نمیرفت. برای چی؟ برای که وقتی من درباره شرکت فابریک گپ میزدم، آن دوره من کار میکردم. یک چند مدت کار کردم در زیر دست یک بانوی دیگر کارگر بودم. گفتی که با رجیستراسیون کرده بودم. بعدا از جبه که من چند طرفه میجومم، خلاص یک مدت کارو بس کردم، دیگر فعالیت نکردم. من کار این شرکت رو زیاد دوست میدارم. محصولاتاشم با من بینهایت پسند است. پولش با برکت است. یگانه شرکتی که زیادی زنهای تاجیک را صاحب کار، صاحب معاش، صاحب خانه، صاحب ماشین سبب عملی گشتن آرزوهایشان شد. یک مدت چند ماه من با پرگی فعالیتم را در شرکت من کردم. گفتم من وقت نمیشسته کار کنید، صاحب پول خوب شوید. حالا هم زیادن زنهایی که تا حال کار میجویند، کار ندارن. بهترین کار مهنت زیاد رو طلب نمی کنند. همین زندگی هر یک شخص چگونه ساختنش در دست خودش است. در نگاه شما چگونه تصورات هست، همین چیزا شما باید که خودتان سازید. زندگی خوب رو اگر تصور کنید، آرزو کنید، همش یعنی مهنت در دست شما است. حرکت کنید، البته که خداوند برکتش رو میدهد. در اینجا من رقم واتساپ میگذارم، اینستاگرام میگذارم. کسی که خواهد در واتساپ نویسید، کسی خواهد در اینستاگرام نویسید، با کار بیایید، رجیستراسیون کنید. به پلاس رجیستراسیون کارو فهموندن یا دادن، پیشبری کردن، به پلاس خوبی کار در گروه شبنم در چی است که او خودش به شما کمک میکند، به مثل خودش شما رو میکند. یعنی کمک میکند که شما نیز به مثل او خیلی دیرکتر شوید و عنوانهای بلند روید. یا اینکه أسلي أسلي دلك بنوك أسلي بچه پشی گذری وای 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 خشم و لخش نظری عاشق زاری تو بله میدانم خواهی شکات ای چشمت کات میخوانم. مادر فرشته بود و